خدمت دوستان عزیز، بریم یه تحلیل روی یوروین داشته باشیم. البته من سطوح اضافه رو یه لحظه پاک کنم، اینو پاکش کنیم دیگه، اینو پاک کنم، اینو پاکش کنم، خط رو پاک کنم. خب قیمت در ویدیو قبلی ما یه تارگت مشخص کردیم که خب اومد تاچ شد در این ناحیه. البته ما قبلتر بسته بودیم این پوزیشن رو، ما این پوزیشن رو در این ناحیه بستیم موقعی داشت برمیگشت، یعنی به تیپی نخورده بود. ریوارد 3 داشت، ریوارد 3 داشت و سطح بعدی که ما منتظریم رویش ترید بگیریم این سطح هستش و اگر این سطح رد کنه به نظر من قیمت تا این سطح خواهد اومد. ولی موضوعی که هست اینه که ما تایم فریممون رو زیادتر کنیم. موضوعی که هست اینه که ما اینجا تو این روند چون تایم فریم نداریم نمیتونیم قشنگ سطحش رو در بیارم، ولی فکر میکنم این سطح مهم باشه و اینجا یه سطوح جاماندهی باشه. این خط طلایی که گذاشتم فکر میکنم اینجا یه سطح جاماندهی باشه، فکر میکنم این سطح طلایی رنگ ما باشه، ممکنه بیاد به اینا واکنش بده. ولی سطوحی که من بخوام روشون ترید بگیرم این سطح و این سطح و خب به چه صورت هست ترید ما الان که قیمت هم نیومده برسه که بخوایم تارگت واسش مشخص کنیم. قیمت اومد رسید، یه ویدیو تحت عنوان ترید میگیریم و خب میذاریم داخل چنل یوتیوب و خب همین دیگه. تحلیل ما تموم شد، امیدوارم شاد باشید. خدا نگهدار.